رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين أما بعد فقال الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای بندگان خداوند الله جل شأنه برای شما می‌فرماید که شما خودتان و خاندان خودتان از آتش دوزخ نجات بدهید. یک مسئله مهمی که میخواهم امروز صحبت کنم به مسئولیتی پدر و مادر نسبت به فرزند است. قسم به الله که امروز فرزند مسلمان چنان به صاحب شده است که حتی همون گوسفندایی که در کوه هستن اونهای خیلی به صاحب نیستن. برای فرزندت بهترین لباس میگیری، برای فرزندت از طلا و از خوراکه و از همه مال دنیا مهیا میکنی، لیکن یک بار فکر نمیکنی که فرزند تو چه خیلی لباس میپوشونه. آستینای برزده، سوتالیچ، گریبان ها همه میتاوه. شاید که ده همه خونه ها انتن ها هم باشه که همه کنایه‌های فاحشگی هست. با وجود این باز کناها یا همون فاحشه هایی که شیرخانی میکنن با فرزند همون را اجاره میگیری و همون سیدیش هم یاری میمانی که دختر یاد بگیره. پس چی مسئولیتی داری در پیش خدا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را که الله جل شأنه مسئولیتی داد، ای پدری عزیز، ای مادری عزیز، ای موی سفیدی عزیز، اگر این امانت الهی را خیانت کنی و روز قیامت به خدا و پیامبر روبرو شی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که جنت من برای تو حرام کردم. این سخن پیغمبر از الله جل شأنه است. یک بار به خودمون بیاییم که به خدا قسم فرزندامو تای ترسگاه بازی میکنن در ها، دخترام آستینای برزده هممو به قواره در خونه ها مخواهیم زنامو در بازار خرید کنی میروند. به خدا قسم عیب است اگر از خلق خدا از الله هم حیا نمیکنی، از خلق خدا حیا کن. نخواد تا این درجه خداوند از این فرمانش فردا شما پدر و مادرایی که دختراتان نمیمونید روی من بستن میپرسد. شما در پیشگاه خدا فردا برای این جنایتان جواب میدید، محکمه سعودیه اشتراک میکنید، جواب میدید که در آن محکمه هیچ قدرت دست دراز کردن نمیتواند. پوشیدن روی مال این امر خدا هست. هیچ قانون، هیچ حکومت، هیچ پدر و مادر حق ندارد ضد قانون خدا قانون برارد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دخترات عریان گردن کسی کار ندارد، دخترات فاحشه جوان کسی کار ندارد. دختر مسلمان با آداب شود، با عفت شود، با حجاب شود، قوه زورین استفاده میبرن و ایستگی مگر همین است دموکراسی، مگر آزادی وجدان، آزادی عقیده و اعتقاد همین است. ما باری هم دختری سرزنش نرفتیم از روی سرش کشیم که چون سرزنش میگردیم. اونها دخترهایی که به اختیار خوشان روی مال میبردن، هم نشانی اسلامی شدند، هم نشانی مسلمانی، هم نشانی لباس ملی شدند، روی تشکیل میکنند روی مالاشان هستند، از خدا نمیترسند. مگر همون عذابی که خداوند بالای امریکا دعوت اینا به عبرت نیست؟ همون طوفان‌هایی که پی در پی در یک ماه آخر امریکا را اقتصادیات به خواب یکسان کرد، امروز بود راهی گرفتن شده می‌داند از این بلا، همون برای اینها عبرت نیست؟ یا خدای بوشو امریکا دیگر خداست، خدای تاجیکستان دیگر است. در قرآن میگه و ما کنا مهلک القرى الا واهلها ظالمون.
وقتی که بندگان خدا به مقابل خدا قانون خدا اعتراض کردن، ضد برآمدن، مقابلت نشان دادن، خدا میگه ما اهل این قشرها را، اهل این شهرها را هلاک میکنیم. اگر امریکا را طوفان هلاک کرد، ما را زمین جنبی هلاک میکنند. کوهها رو ببینید، این کوههای بلند قامت که در مرزا بودن، رامز در اینجا اختیار الله دست. آی کنار بشه برچه قصد کوها زیر بکنم دوشم برسه که خاک بکنم. حکومت دارای عزیز از خدا ترسید. خوب آزادی باشد، اون که تلوش میگرده از ما کارت نداره. ما فقط با زبان، خوب شما هم با زبان تا نصیحت کنید، اما قوار استفاده نبرید. ما خیال کردیم که شما رای تشکیل بکنه زنهای فاحشه رو بخفه، رای تشکیل بکنه گرایی کشا رو بخفه، رای تشکیل بکنه دزدار رو بخواه. برای زنی با آداب و با حیا را روی ما چه اثر گرفتن رای تشکیل. یا الله، زبا علماء محترم، کسانی که صدا بلند گویند در دستاتان از خاموش میشینه، کسانی که منبر در اختیارتان خاموش میشینه، والله روز قیامت خداوند زبان شما در لجام میزند، لجام آتشین اگر خاموشید. پدر مادر عزیز از خدا ترسید. به خاطر یک دختر روز قیامت پروردگار 4 مرد عذاب میکند. یکم پدرشه، دوم برادرشه، سوم شوهرشه، چهارم فرزندشه. وقتی که مادر به حیا و به عفت باشد، فرزند خاموش باشد، خداوند فرزند عذاب میکند. و این حجاب هم خدا هست، این فرمان خدا هست، همون خدایی که قرآن فرستاد فرمان اوست. این همان دین است که امام اعظم پیشوای اوست، یکی از رهبرای مذهب‌های اوست، همون خدا را، همون دین قانون شد. بنابراین پدرای عزیز، دختران را آزار بدید. وقتی که شما میبینید اونها روی مال میبندند، خب من طرفدار آن نیستم که همون چادر سیاه را پوشد، همین روی مالی که مادران میبندند روی مال. امروز خواهرای ما روی مال در کجا میبندند؟ من بارها گفتم بعضیا خفه شدن در روز مرده، بالای مرده در روز مصیبت روی مال میبندند، روی مال سفید ماه بار خوشرو میروند همشان. خواهرای همین روی مال در بازار هم بندید، همین روی مال در روز توی خلصندیتان هم بندید، ماه بار خوشرو شده نخواهد که همین سرزش حسن باشد. قرآن پروردگار میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. اما خدا میگه برای شما من لباس آفریدم، برای شما زیبایی آفریدم. این لباس در بر کنه که عورت شما را، شرمگاه شما را پوشاند. موی سرم شرمگاه هست، اما الله های خالص پرسه در شریعت مقدس اسلام چگونه از ناف تا زانو شرمگاه هست، پوشیدنش فرض است. برای زن مسلمان موی سرش هم پوشیدنش فرض است. پیغمبر خدا میگه الحر عورت مستوره، زن باید تمامی برکش از چشم مردی بیگانه پوشیده باشه، غیر رو و غیر دست و پاش، مگر پیش شرم خودش ده، پیش پدرش ده، پیش عقل دادرش میل سرش باشد کرده، اما پوشه برایت باید لباس پوشد. این خدا هم کرده است. تمام موجودات خداوند لباس داده است. ببینید همین مرغ هم پر دارد، بدنش میپوشاند. اگر پراش کنی سرش دهی همه چنین سرخ چگونه در نظر آدم بزرگ میشوند. انسان از خداوند براش لباس فرض کرده، پوشه تا در نظر مردم خوشبو شود. بنابراین سطح امر خدا هست. کسی اگر قبول ندارم، پدر مادر عزیز کدام میگه من قبول ندارم، این نشانی عقیب موندگی از ایمان خارج میشه. شوخی نکنید. او عقیده های صفصفیه که ایمان در دل است، دل صاف باشد، دل با عفت باشد، فطرت با عفت باشد، این خطا کردید. اسلام دین ظاهری است، هم دین باطن است هم دین ظاهر است. باید مسلمان ظاهرش موافق با فرمان خداش باشد. چگونه قانون حکومت رعایت نکنیم، حکومتدارا خفه میشوند، لاش بیان عذاب جزا میدهند، مانند این قانون خدا را کسی رعایت کنند، خداوند او را جزا میدهد تا او در درگاه. بنابراین این رویمال باشتن این امر خدا هست. باور کنید شما قرآن رئیس جمهوری شما گفتن، من قرآن گفتن خیلی کلیدی ترجمه کردی شما خوانید، آخه همون قرآن شما میخوانید.
در همون قرآن خداوند امر کرده که یدنین علیهن من جلابیبهن، در سر چادر پردگی پیشبر شما را، موی سر شما را، کتفای برهنه شما را پوشانند. این امر خدا هست. رسول اکرم وقتی که اسما خیزیدانشان بشید، حضرت عایشه مادر مانه افش بود، پیشی عایشه در آمدن که رسول اکرم نشسته بود، در بدن اسما کرته بود خنوستر، نه این شفانای امروزه، نه کام وقتای امروزه، شاید اون کرته که اسما پوشیده بود بخملای امروزی ما دو توبری می آمد. صاحب بدای سنا می گرد بخملای امروزی ما دو توبری می آمد. در پیش رسول اکرم در آمدن، بعضی حج موضوع های حساس بدنشان تاف، مثل پیش برشان یا شاید رانه پاشان بود تاف، حضرت رو گرداندن، پشت گرداندن، گفتن اسما وقتی که زن به سنی بلوغ رسید، یعنی 10 ساله 12 ساله شد، دیگر تمام بدنی ویا دیدن مرد بیگانه حرام است مگر رو دستش بشم که پاش الا الوجه والکف. آیا رو چی حال است؟ پدر و مادر از کجا بچه دختران لباس بخرن، کرتی آستین کانتو میدوزن، پیشی براشان تا بالای نافشان پیششان کشاده میکنن، نمیگه بچه من این چیز لباس هست. لباس مادر من این نبود، لباس مامای من این نبود، این لباس تا از کجا یافتیم؟ بر پدر مدلیاران لعنت. چونه میگی؟ بنابر رسول اکرم 1427 سال پیشتر هجرتشان اگر 29 سال شده باشد این سال، حضرت فرمودند که در بین امت من زنهای پیدا میشن، حالا ما اونا رو که دیدم بعد میبیایم. حضرت صفتشان کردن که اینها چیان؟ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت. زنهای پیدا میشن که در بدن لباس دارن اما لباسشان وظیفه سطر ادا نمیکنن. یعنی لباسی چی است؟ تنک است. تنک است که همه زیر بدنش میتابند. اگر همه رو باشتی سبیلی نباشد بعدش با برقت همه رو باشکم نمیپوشند دیگر، یا اینکه لباس نمیپوشند آنچنان تنگ است منازی با برآمده است که فنشان شود لباسای برآوردگی شما آنقدر تنگ است که دخترکا پوشند در کوچه میبینن شما در بدن چسبیدگی از فرق نمیکنید بدنش است یا لباس. این لباس هیچگاه لباس سطر وظیفی سطر ادا نمیکنند. این حرام است، پوشیدنش هم حرام است. لباس به خاطر آن است که موضعهای شهوانی زن که شهوت بر میخیزاند باید از چشم بیگانه پنهان باشد. این لباس میگن. ران پاش علاهده میتابد، دنبش علاهده میتابد، سینه‌اش علاهده میتابد، نافش علاهده. چگونه این لباس سطر میشد؟ این بروکای تنگ، این بریزای تنگ، این مایکای تنگ. پدر و مادر میبینه کام نمیکنند مگر برای همین پدر و مادر شده. رسول اکرم چون گفتند اینها لباس دارن لیکن حکم برهنه را دارن. لباس اینها وظیفه سطر ادا نمیکنند. یا الله، عایشه نشسته بودند، یک گروه از دخترکا برای فاتحه گیری پیش عایشه آمدند. امروز دخترای ما پیش مولانا میرن، مزار مولانا را احترام میکنن. کاش که این مولانا یا چی فایده باشه، کاش که اون مولانا خیلی میره بچه میروی ما پوش انصر پونه یا استخوان پوش میگیری. پیش عایشه در آمدن. عایشه همسر رسول اکرم، عایشه صدیقه، عایشه که 10 آیه قرآن در پاکیزگیش و عفتش نازل شده بود. در آمدن حضرت دیدن دست ریاضش یک روی ما
رویمالایی که من دخترکای ما میپوشند خدا ما همشه عروسی درستانه. رویمال تنه بود، موهاش از زیر رویمال میتافت. حضرت نگاه کردند به زنها گفتند یا معشر النساء، ای زنهای مسلمان گفتند ما آمنت بصورت النور امرأة تلبس هذا، ایمان به صوره نور نداره زنی که این لباس پوشد، ایمان نداره. امروز عایشه اگر دخترای ما رو بینه، امروز عایشه اگر زنهای ما رو بینه، امروز عایشه اگر دختراش بینه که همه دخترای ما دخترای عایشه، چی میگوید؟ پدرای عزیز، پدرای چی میگوید؟ زبر رسول اکرم کاسیات عاریات مائلات، مائلات از راه راست دور شدند، از حیا و عفت دور شدند، پیرو شیطان و شهوات شدند، در دام دشمنای خدا مبتلا شدند. این بسته بود با ممیلات دیگر دخترای پاکیزه و عفت‌الله که هم مثل خوشان بیرها کرده برای فساد بردند. حضرت گفتند سراشان لوش میکردن، موی سراشان گردی سراشان تاق میکردن. اون زمان رسول اکرم دید نبود، پیغمبر چون آینه بارین آینده امت نیدید. حضرت چی گفتند؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. این تو زنهای بی حیا گفتند بهش نمیدرایم، بهش برای آنها حرام است، حتی بوی بهش نمیدرایم. که شب بیکار موندن که خوابون برد کتابخانه ده یک گدید دعوتی بودن، گدید خانه هم خوش ببرم شیطانی که هست گدید گرفتن پیدا که دوستانک جورنالیست اکرم چی نام دارد گدید در باب سطح و هم صحبت کرده است. برسانی گفته است که من که مخلصی حضرت عایشه و فاطمه هستم، این زبان اسلام، لیکن گفته است آخر این مراد از این عفت ظاهری نیست، این رویمال و کرتی دراز نیست، عفت باطنی است. شرط نیست برای زنی مسلمان مخلص عایشه و فاطمه که رویمال بندد و کرتی آستردار پوشد. نه خواهران، این خطا هست. اسلام هر دو عفت میخواهد، هم عفت باطنی هم عفت ظاهری رو میخواهد. اسلام هرگز قبول ندارد مسلمان را که به دعوای عفت باطنی ظاهرش خلاف شریعت باشد. بچه دختران لباس بخرند، کرتی آستین کانته میدوزند، پیشی براشان تا بالای نافشان پیششان کشاده میدونن، نمیگه بچه من این چیز لباس هست. لباسی مادر من خیلی نبود، لباس مامای من این نبود، این لباس تا از کجا یافتی؟ برپدری مدلیاران لعنت چونه میگی؟ بنابر رسول اکرم 1427 سال پیشتر هجرتشان اگر 29 سال شده باشد این سال حضرت فرمودند که در بین امت من زنهای پیدا میشن، حالا ما اونا رو که دیدم بعد میبیایم. حضرت صفتشان میکردن که اینها چی هست؟ کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت. زنهای پیدا میشن که در بدن لباس دارند اما لباسشان وظیفه سطر ادا نمیکنند. یعنی لباسی چی است؟ تنک است که همه زیر بدنش میتابند. اگر همه رو باشتی سبیلی نباشد بعد از ما برقت همه رو باشکم نمیپوشند دیگر، یا اینکه لباس میپوشند آنچنان تنگ است منازی ما برآمده است که فنشان شما لباس برآمدگی شما آنقدر تنگ است که دخترکا پوشند در کوچه میبینن شما در بدن چسبیدگی از فرق نمیکنید بدنش است یا لباس. این لباس هیچگاه لباس سطر وظیفی سطر ادا نمیکنه. این حرام است، پوشیدنش هم حرام است. لباس به خاطر آن است که موضعهای شهوانی زن که شهوت بر میخیزاند باید از چشم بیگانه پنهان باشد. این لباس میگن
ران پاش علاهده میتابد، دنبش علاهده میتابد، سینهش علاهده میتابد، نافش علاهده. چگونه این لباس تحصیل میشد؟ این بروکای تنگ، این بلیزای تنگ، این مایکای تنگ. پدر مادر میبینه دام نمیزند. مگر برای همین پدر مادر شده. رسول اکرم چه گفتند؟ اینها لباس دارن لیکن حکم برهنه را دارن. لباس اینها وظیفه ستر ادا نمیکنند. یا الله، عایشه نشسته بودند، یک گروه از دخترکا برای فاتحه گیری پیش عایشه آمدند. امروز دخترای ما پیش مولانا میرن، مزار مولانا را احترام میکنن. کاش که این مولانا یا چی فایده باشد، کاش که اون مولانا خیلی بدنش میپوشاند. اگر فراش کنی سرش دیگه همه چنین سرخ چگونه در نظر آدم بلده میتابند. انسان از خداوند براش لباس فرض کرده پوشه تا در نظر مردم خوشبو تابند. بنابراین سطر امر خدا هست. کسی اگر قبول ندارم، پدر مادر هست کدام این من قبول ندارم، این نشانی عقیب موندگی از ایمان خارج میشه. شوخی نکنید. او عقیده های صفصفیه که ایمان در دل است، دل صاف باشد، دل با عفت باشد، فطرت با عفت باشد، این خطا نپرسید. اسلام دین ظاهری است، هم دین باطن است هم دین ظاهر است. باید مسلمان ظاهرش موافق با فرمان خداش باشد. چگونه قانون حکومت رعایت نکنیم، حکومتدارا خفه میشوند، لاش عذاب جزا میدهند، مانند این قانون خدا را کسی رعایت کنند خداوند او را جزا میدهد تا او در درگاه را. بنابراین این رویمال بستن این امر خدا هست. باور کنید شما قرآن را یکی جمهوری شما گفتن، من قرآن گفتن خیلی کلیل ترجمه کردی شما خوانید. آخه همون قرآن شما میخوانید؟ در همون قرآن خداوند امر کرده که یدنین علیهن من جلابیبهن، در سر چادر پردگی پیشگر شما را، موی سر شما را، کتفای برهنه شما را پوشانند. این امر خدا هست. رسول اکرم وقتی که اسما حیثیتشان بشوید، حضرت عایشه مادر مانه حرفش بود، پیشی عایشه در آمدن که رسول اکرم نشسته بود، در بدن اسما کرته بود زمین‌تر، نه این شفانای امروزه، نه کم وقتای امروزه. شاید اون کرته که اسما پوشیده بود بخملای امروزی ما دو توبری می آمد. صاحب بدای سنا میگرد بخملای امروزی ما دو توبری می آمد. در پیش رسول اکرم در آمدن، بعضی حج موضوع های حساس بدنشان تاف، مثل پیش برشان یا شاید رانی پاشان بود تاف، حضرت رو گرداندن، پشت گرداندن. گفتن اسما وقتی که زن به سیسی بلوغ رسید، یعنی 10 ساله 12 ساله شد، دیگر تمام بدنی ویا دیدن مرد بیگانه حرام است مگر رو دستش بودم به پاش الا الوجه والکف. آیا رو چی حال است؟ پدر و مادر عزیز بودم رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وجميع صحابته أجمعين. أما بعد، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ای بندگان خداوند الله جل شأنه برای شما می‌فرماید که شما خودتان و خاندان خودتان از آتش دوزخ نجات بدهید. یک مسئله مهمی که میخواهم امروز صحبت کنم به مسئولیتی پدر و مادر نسبت به فرزند است. قسم به الله که امروز فرزند مسلمان چنان به صاحب شده است که حتی همون گوسفندایی که در کوه هستن اونهای خیلی به صاحب نیستن. برای فرزندت بهترین لباس میگیری، برای فرزندت از طلا و از خوراکه و از همه مال دنیا مهیا میکنی،
لیکن یک بار فکر نمیکنی که فرزندی تو چی خیلی لباس میپوشونه. آستینای برزده، سوتالیچ، گریبان ها همه میتاوه. شاید که ده همه خونه ها انتن ها هم باشه که همه کنایه‌های فاحشگی هست. با وجود این باز کناها یا همون فاحشه هایی که شیرخانی میکنن با فرزند همون را اجاره میگیری و همون سیدیش هم یاری میمانی که دختر یاد بگیرد. پس چی مسئولیتی داری در پیش خدا؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید هر کسی را که الله جل شأنه مسئولیتی داد، ای پدری عزیز، ای مادری عزیز، ای موی سفیدی عزیز، اگر این امانت الهی را خیانت کنی و روز قیامت به خدا و پیامبر روبرو شی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید که جنت من برای تو حرام کردم. این سخن پیغمبر از الله جل شأنه است. یک بار به خودمون بیاییم که به خدا قسم فرزندامو تای ترسگاه بازی میکنن در ها، دخترام آستینای برزده هممو به قواره در خونه ها مخواهیم زنامو در بازار خرید کنی میروند. به خدا قسم عیب است. اگر از خلق خدا از الله هم حیا نمیکنی، از خلق خدا حیا کن. نخواد تا این درجه فکر دوزدار نخواه برای زنی با آداب و با حیا را روی ما چه اثر گرفتن روی کشید. یا الله زبا علماء محترم، کسانی که صدا بلند گویند در دستاتان از خاموش میشینه، کسانی که منبر در اختیارتان از خاموش میشینه، والله روز قیامت خداوند زبان شما در لجام میزند، لجام آتشین اگر خاموشید. پدر مادر عزیز از خدا ترسید. به خاطر یک دختر روز قیامت پروردگار 4 مرد عذاب میکند. یکم پدرشه، دوم برادرشه، سوم شوهرشه، چهارم فرزندشه. وقتی که مادر به حیا و به عفت باشد، فرزند خاموش باشد، خداوند فرزند عذاب میکند. و این حجاب هم خدا هست. این فرمان خدا است، همون خدایی که قرآن فرستاد فرمان او. این همان دین است که امام اعظم پیشوای اوست، یکی از رهبرای مذهب‌های اوست، همون خدا را، همون دین قانون شد. بنابراین پدرای عزیز، دختران را آزار بدید. وقتی که شما میبینید اونها روی مال میبندند، خب من طرفدار آن نیستم که همون چادر سیاه را پوشد. همین روی مالی که مادران میبندند، روی مال امروز خواهرای ما روی مال در کجا میبندند؟ من بارها گفتم بعضیا خفه شدند. در روز مرده، بالای مرده، در روز مصیبت روی مال میبندند، روی مال سفید ماه بار خوشرو میروند همشان. خواهرای همین روی مال در بازار هم بندند، همین روی مال در روز توی خرسندیتان هم بندند، ماه بار خوشرو شده. نخواهد که همین سر حسن باشد. قرآن پروردگار میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا. اما خدا میگه برای شما من لباس آفریدم، برای شما زیبایی آفریدم. این لباس در بر کنه که عورت شما را، شرمگاه شما را پوشاند. موی سر شرمگاه هست، اما الله های خودتون سر پرسه. در شریعت مقدس اسلام چگونه از ناف تا زانو شرمگاه هست، پوشیدنش فرض است. برای زن مسلمان موی سرش هم پوشیدنش فرض است. پیغمبر خدا میگه الحر عورت مستوره، زن باید تمامی بلکن از چشم مردی بیگانه پوشیده باشه، غیر رو و غیر دست پاش، مگر پیش شرم خودش ده، پیش پدرش ده، پیش عقل دادرش میل سرش باشد کرده، اما پوشه برایت از لباس پوشد. این خدا هم کرده است. تمام موجودات خداوند لباس داده است. ببینید همین مرغ هم پر دارد. خداوند از این فرمانش فردا شما پدر و مادرایی که دختراتان نمیمونید روی من بستن میپرسد. شما در پیشگاه خدا فردا برای این جنایتان جواب میدید، محکمه سعودیه اشتراک میکنید، جواب میدید که در آن محکمه هیچ قدرت دست دراز کردن نمیتواند. پوشیدن روی مال این امر خدا هست.
هیچ قانون، هیچ حکومت، هیچ پدر و مادر حق ندارد ضد قانون خدا قانون برارد. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دختران عریان گردن کسی کار ندارد. دخترها فاحشه شوند کسی کار ندارد. دختر مسلمان با آداب شود، با عفت شود، با حجاب شود، قوه زور استفاده میبرند و استفاده مگر همین است دموکراسی است. مگر آزادی وجدان، آزادی عقیده و اعتقاد همین است. ما باری هم دختری سرزنش نرفتیم از روی سرش کشیم که چون سرزنش میگردیم. اونها دخترهایی که به اختیار خوشان روی مال میبردند، هم نشانی اسلامی شدند، هم نشانی مسلمانی، هم نشانی لباس ملی شدند، روی تشکیل میکنند، روی مالاشان هستند، از خدا نمیترسند. مگر همون عذابی که ملاوان بالای امریکا دعوت اینا به عبرت نیست؟ همون طوفان‌هایی که پی در پی در یک ماه آخر امریکا را اقتصادیات به خواب یکسان کرد، امروز بود راهی گرفتن شده می‌داند از این بلا، همون برای اینها عبرت نیست؟ یا خدای بوشو امریکا دیگر خداست، خدای تاجیکستان دیگر است. قرآن میگه و ما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. وقتی که بندگان خدا به مقابل خدا قانون خدا اعتراض کردن، ضد برآمدن، مقابلت نشان دادن، خدا میگه ما اهل این قشرها را، اهل این شهرها را هلاک میکنیم. اگر امریکا را طوفان هلاک کرد، ما را زمین جنبی هلاک میکنند. کوهها رو ببینید، این کوههای بلند قامت که در مرزا بودن، رامت در اینجا اختیار الله دست. آی کنار بشه برچه قصد حاضر بکنم دشم برسه که خاک بکنم. حکومت دارای عزیز از خدا ترسید. خوب آزادی باشد، اون که تلوش میگردد ما کارت نداریم. ما فقط با زبان، خوب شما هم با زبان تا نصیحت کنید، اما قوار استفاده نبرید. ما خیال کردیم که شما رای تشکیل بکنه زنهای فاحشه رو بخبه، رای تشکیل بکنه گرایی کشا رو بخبه، رای تشکیل